ذکر و دعاهایی که در طهارت به هنگام شستن هر عضو خوانده می شوند چه حکم دارند؟ مثلا وقتی شستن دست راست اللهم اعطنی کتابی بیمینی بخواند. بعضی ها آن را چنان سخت میگیرند که اگر چنین دعاهای هر عضو طهارت را نخوانی طهارتت درست نمی شود میگویند. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. خلاصه چنین ذکرها و دعاها به هنگام شستنی هر عضو در طهارت از جمله سنت‌های وضو به شمار نمی روند و با ترک آن هیچ خلل در طهارت شما وارد نمی شود. چنین دعاها اگرچه در بعض کتاب‌های فقه و فتاوا آمده است ولی با روایات خیلی ضعیف. چنین دعاها از فقه و حدیث‌های صحیح ثابت نیستند، چطوری که مولانا مفتی محمد عمر سربازی رحمه الله در فتاوای خود می‌نویسد اذکار یعنی ذکرها و دعاهایی که در وضو وقت شستن هر عضو خوانده می‌شوند از فقه و حدیث‌های صحیح ثابت نیستند. البته به روایات ضعیف ثابت هستند و عمل کردن به چنین روایات ضعیف به چند شرط جایز است. یکم، آن فعل را سنت تصور نکند، یعنی خواندن چنین دعاها را از جمله سنت های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شمار نکند، چطوری که در فتاوای شامی آمده است. دوم، خواندن چنین دعاها باعث ترک دعاهای معصوره نشود، یعنی با خواندن چنین دعاها از خواندن دعاهای مسنونه که از حدیث های صحیح ثابت هستند غافل نشود و ترک نکند. اگر یکی از این شرط ها ترک شود، یعنی اگر چنین دعاها را سنت بداند یا با خواندن چنین دعاها از خواندن دعاهای مسنونه غافل شود، در این صورت ترک چنین دعاها افضل و بهتر است، چطوری که در احسن الفتاوا آمده است. والله اعلم بالصواب.